عیسی دکه اوما و هار جماعتی ها زیادی ده دیوم او رایی بیین. دیموخه پیا جزامی و ته او اوما و ده براورش زونی زو گود ای آقا ارباهای میتونی من شفا بی. عیسی دست خوش دراز کرد و اون لمس کرد و گفت میهام شفا بیر. جلد ده جزام شفا گرید. اوسا عیسی و او گفت و چو مم دی باره و کسی چی نوی ر و خود و کاهن نشوبه و او پیشکشی که موسی تعیین کرده تقدیم کو تا سیونو شهادتی بوه. وقتی عیسی وارد شهر کفرناهم بی، یه افسر رومی و ته او ما و والالکوهاس و او گفت ای آقا پاکارم مفلوج دهونه هفتیه و خیلی درد میکشه. عیسی و او گفت میام و اون شفا می. اما افسر جوده آقا من لایق نیستم که زیر سقفم بیای. تنیا کلامی به که پاکارم شفا پیا میکن. یک مخم پیای هستم زیر امر کسونی. سربازی های هم زیر دست خم دارم و یکی ممرو میره و یکی هنی مم بیا میایه و غلم خم ممینه و جا بیار و جا میاره. عیسی وقتی حرفی ها اون اشنف شگفت زیبی و کسونی که ده دیومش میامان گفت حقیقت به شما مم چنی ایمونی حتی ده اسرائیل هم نیمه و شما مم که خیلی ده شرق و غرب می آین و ده پادشاهی آسمو و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و سر یوسف را می نشینن. اما بچون ای پادشاهی و تاریکی و در و نموان جایی که گریوه و دنو و یک سانه نه. اوسا و او افسر گفت رو طبق ایمانت و تو دیابوه. هده اودم پاکار او شفا پیا کرد.